سحرم دولت بیدار به بالین آمد، سحرم دولت بیدار به بالین آمد. گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای، که ز صحرای ختن آهوی مشکین آمد. گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد، گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد. ناله فریاد رس عاشق مسکین آمد. ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست، ساقیا می بده و غم مخور از دشمن و دوست. که به کام دل ما آن بشد و این آمد. چون صبا گفته حافظ بشنید از بلبل، عنبرافشان به تماشای ریاحین آمد. مجددا از حضور شما تشکر میکنم. شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و اختتامیه رو به خانم شادی تهرانی با میذارم. شب بخیر. ببخشید قبل از اینکه شادی جان سخنان اختتامیه خودش رو بیان کنه، من وظیفه خودم میدونم که از یاد یک دوست بسیار بسیار عزیز حسن بکنم، آقای کارزاکیان، که دیشب تا ساعت 2 بعد از شب با وجود این که امروز عمل جراحی داشتن ایشون در نیویورک، لطف کردن در صفحات مختلف خاطرات خودش رو نوشت اینجا که یه مقداری از اون سر خاطرات رو شادی جان و من تهیه کردیم و به خانم الیزا دادیم که استفاده کردن ازش. ولی خواستم که از این دوست عزیز تشکر کنم، با اینکه در اینجا وجود ندارن ولی یادشون رو داشته باشیم و ازشون تشکر کنیم که یه جوری ثبت بشیم در این مجلس. و همچنین خواستم که از خواهرانم شوکت یوسفی درانی و آذر شمس آذر یوسفی درانی که پیام خودشون رو برای شادی جان و بچه ها فرستاده بودن حضورشون تقدیم کنم و یاد اونها رو گرامی بدارم. خیلی متشکرم. من نمیتونم گفتن شما دیگه ضعیفه نیستید. نه البته که نیستم. نه تنها گفتن شما ضعیفه نیستید، ولی منی که فکر می‌کردیم قوی هستیم و ضعیفه کردن. ولی فکر نمی‌کنم منظورشون این بود. پس من وایسم. کار از محکم امروز صبح من یه خود احساساتی شده بودم. Verizon Wireless. Roaming. اونچنان نیرومنده که از فقدان اون تازه بیانش برای البته به لحظه بیان منظوراتون نیستید، ولی به هیچ وجه ضعف نیست، بلکه عمق اخلاق، عمق یگانگی و وفاداری. خیلی متشکرم آقای شریف. خیلی ممنون. من چند تا نکته رو اینجا یادداشت کردم بگم. یکی این که من اول به اصطلاح امشب خود احساساتی شدم
عید نوروز رو تبریک نگفتم، الان تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی باشه برای خودتون و وابستگانتان. البته یه مسئله دیگه هم هست که خب بشر همیشه تابع احساساتشه، واقعا نمیتونه بعضی وقت کنترل بکنه. امروز صبح من یه خود احساساتی شدم، ایشون از من قول گرفتن که امروز نباید اینجوری بشه. من قول دادم و سر قولم بودم. ولی شما سر قوله. ولی خب اینم هم عمق محبت شما بود، دو تا برادر واقعا همیشه خیلی به هم بسته بودن. این از این. یه مسئله دیگه، تشکر میکنم از همه شما که تشریف آوردین، تشکر میکنم از دوستان عزیزی که اومدید صحبت کردید، بسیار خوب بود، خیلی ممنون. من میخواستم از خواهرای حسن که واقعا دور از ما هستن و دوست داشتن اینجا باشن، نمیتونستن، از اونم تشکر بکنم، بگم که ما یادشون بودیم. از صابر عزیز که رفت، باید میرفت جای دیگه، تشکر میکنم و این جوان هنرمند در مونتریال هست، همیشه با سازش واقعا به محافل حالی میده و ما بعد مدت‌ها به این چیز رسیدیم، پرسجوها دیدیم فامیل هستیم با آقای صابر جهیزاده. مسئله دیگه میخواستم از خانم الیزا تسبیحی که بسیار قشنگ صحبت کردن، اشعار ممنونم، خیلی لطف کردی. و یه شعری هم خوندم که مال فکر میکنم نیما بود که من فقط، البته واقعا اگه احساساتی شدیم، این خواسته حسن نبود و نیست، چون همیشه میخواست که ما قوی باشیم، محکم باشیم، خوشحال باشیم، خوب زندگی بکنیم و ما سعی کردیم. و امشبم که آقای خدیمی و دیگران به من خیلی روحیه دادن و من از این به بعد بیشتر قوی خواهم بقیه زندگی. ولی حسن همیشه با ماست و خواهد بود و به هر جهت ممنونم اومدیم، نشستین، صحبت‌های ما رو گوش کردیم و میدونم و اگر ما احساساتی شدیم، یه خورده غمگین شدیم، یه اشکایی هم دیدم بعضیا، اینم دیگه حق حسن بود، بالاخره اونم حق داره، ما دوست و فامیل و دوستا، حسن هم حق داشت. یه شب، امشب شب اون بود به هر جهت. خیلی ممنونم، بفرمایید دسر دیگه خدمتتون هستم.